سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوایم با همدیگه سوال 5 از تمرین صفحه 71 رو با همدیگه حل کنیم. خب سوال 5 گفته که در یک کارخانه سنگبری برای صیقل دادن سنگ ها از یک صفحه استفاده میکنن که وزنش 12500 گرمه. گفته که اگه با توجه به مصرف هفتگی که از این سنگه میکنن که وزنش 12500 گرمه، به طور میانگین 1875 گرم از وزنش کم بشه. یعنی به صورت هفتگی که داریم از این سنگ استفاده میکنیم انقدر از وزنش کم بشه. پس از 6 هفته استفاده مداوم وزن صفحه چقدر هستش؟ واسه اینکه بهتر این سوالو درک کنید بچه ها، من این تصویر کوچولو اینجا آوردم، نگاه کنید بهش. ببینید منظورش از اون سنگه که میان سنگ های قیمتی رو باهاش حالا صیقل میدن اینه. این صفحه ما هستش. این صفحه همینجوری میچرخه و به خاطر چرخشی که داره وقتی سنگ رو روی این صفحه میذارن میتونن به هر شکلی که بخوان درش بیارن، چون سنگ رو دیگه تراش میده و صیقل میده. خب این صفحه ما هستش که قبل از استفاده وزنش چقدره؟ 12500 گرم. گفته بعد از هر هفته که ازش استفاده کنیم 1875 گرم از وزنش چی میشه؟ کم میشه. پس از یک هفته چقدر از وزنش کم میشه؟ 1875. چون کم میشه باید منها بذاریم. اینجا ما چی رو یاد گرفتیم بچه ها؟ اینجا یاد گرفتیم که الان این 12500 آیه یک ما هستش یا جمله اول. این 1875 میشه همون دی ما که داره یکی یکی از آها کم میشه. چرا دی؟ چرا اختلاف مشترک؟ دی همیشه واسه دنباله چی بود؟ دنباله حسابی بودش، درسته؟ بچه ها واسه به دست آوردن آیه 2 هر چی به دست اومد از آیه 2 هم باید 1875 کم بشه و تو دنباله حسابی ما یه عدد ثابت داشتیم. واسه همینه که دارم میگم این دنباله حسابیه. خب چی گفته؟ گفته بعد از 6 هفته استفاده مداوم وزن صفحه چقدر میشه؟ شاید با خودتون بگید خب خانم ما الان جمله اول رو داریم، دی یا همون اختلاف مشترک رو هم که داریم و میدونیم هم که باید بریم بعد 6 هفته ببینیم وزنش چقدر میشه. خب راحت تو فرمول عمومی دنباله حسابی میایم جای انهاش مینویسیم 6 هفته، چون میخوایم مال هفته ششم رو حساب کنیم. آیه یک رو 12500 میذاریم، 6 منهای یک، جای دی هم میایم منفی 1875 میذاریم. اما بچه ها این نادرسته، یعنی شما نباید جای n بیاین 6 بذارین. شاید با خودتون بگید که خانم اینجا خودش نوشته بعد از 6 هفته، چرا نباید 6 بذارین؟ شما باید 7 بذارید بچه ها. حالا بیاین دلیلشو بهتون بگم. ببینید آیه یک میشه همون 12500 گرم که وزن اولیه سنگه، درسته؟ خب بعد از یک هفته، پس این میشه هفته اول، آیه 2 رو به ما میده. واسه به دست آوردن آیه 3، آیه 2 1875 ازش کم میشه، هفته دوم میشه. واسه پیدا کردن آیه 4، آیه 5، آیه 6 همینجوری هفته ها میگذره. این میشه هفته سوم، این یکی میشه هفته چهارم. ببینید از آیه 5 به آیه 6 میشه هفته پنجم. واسه همینه که بهتون گفتم تو فرمول ننویسید 6 جای انها 6 رو جایگزین نکنید، چون میشه هفته پنجم. مگه ما تو سوال بهمون نگفته پس از 6 هفته؟ خب پس ما یه هفته دیگه باید اضافه کنیم، هفته ششم. هفته ششم دیگه میشه آیه 7. پس دلیلش رو بچه ها فهمیدید که من گفتم چرا تو فرمول ننویسید آیه 6؟ خب حالا میریم جایگزین کنیم بچه ها. خب پس ما آیه 1 رو داریم، آیه 2، آیه 3، آیه 4، آیه 5، آیه 6. آیه 6 رو دیگه نمیخوایم ما، نرین آیه 6 رو بذارین. آیه 7 رو باید تو فرمول جایگزین کنین، چون این میشه هفته اول، هفته دوم، هفته سوم، هفته چهارم، هفته پنجم، هفته ششم.
پس آیه 7 میشه هفته ششم، همون چیزی که تو سوال از ما میخواد. پس ما الان باید آیه 7 رو به دست بیاریم که چند شده عددش. پس ما فقط باید بدونیم آیه 7 عددش چند. وقتی یه آ رو داریم، شماره رو داریم، میخوایم بدونیم جملهش چند شده، چی کار میکنیم؟ 2 تا فرمول بهتون یاد داده بودم. وقتی شماره رو داری میخوای بدونی جمله پایینش چند شده، فرمول عمومی رو بنویس، جای انهاش اون شماره رو جایگزین کن. ما الان باید جای انها چی جایگزین کنیم؟ 6 یا 7؟ باید 7 جایگزین کنیم. چرا آیه 7 جایگزین کنیم؟ چون آیه 7 میشه هفته ششم ما. اوکی؟ خب فرمول رو می نویسم. فرمول عمومی دنباله حسابی میگه آن مساوی آیه 1 به اضافه n منهای 1 ضرب در دی. خب میرم واسه جایگزین کردن داده ها. جای n چی می نویسم؟ جای n می نویسم آیه 7 رو میخوام ببینم چند شده، چون میشه هفته ششم. مساوی خودش آیه 1 رو دارم؟ آره. آیه 1 من چند شده؟ وزن اولیه سنگ 12500 به اضافه خودش پرانتز خودش n منهای 1. جای n چی میذارم؟ آیه 7. میخوام بدونم آیه 7 چند شده، پس میشه 7 منهای 1. بازم میگم چرا آیه 7 رو برداشتم بچه ها. خب آیه 7 میشه هفته ششم ما، اون چیزی که تو سوال از ما میخواستش. از آیه 1 به آیه 2 میشه هفته اول، از آیه 2 به آیه 3 میشه هفته دوم، از آیه 3 به آیه 4 میشه هفته سوم، از آیه 4 به آیه 5 میشه هفته چهارم، از آیه 5 به آیه 6 میشه هفته پنجم، از آیه 6 به آیه 7 میشه هفته ششم. پس هفته ششم میشه آیه 7 نه آیه 6. خب دی ما چیه بچه ها؟ دی ما رو هم سوال به ما داده. هفتگی چقدر از وزن سنگ کم میشه؟ هر هفته 1875 گرم از وزن سنگ کم میشه. چون گفته کم میشه پس منها رو یادتون نره. پس دی ما شد منهای 1875. خب میرم سراغ حل کردن این معادله. اول پرانتز رو حل کنید، بعد ضرب و تقسیم، بعد جمع و تفریق. اول میرم سراغ حل کردن پرانتز. این پرانتز قابل حل شدنه؟ آره. 7 منهای 1 میشه 6. بعدی این پرانتز قابل حل شدنه؟ نه، فقط یه عدد توشه. پس تمام. پس پایین داده هام رو مرتب می نویسم. آیه 7 مساوی 12500 خودش به اضافه خودش تو پرانتز 7 منهای 1 شد 6 ضرب در منفی 1875. خب مرحله پرانتز که تموم شد، میرم سراغ مرحله ضرب و تقسیم. ضرب و تقسیم دارم؟ آره. اینجا یه ضرب دارم، باید این 6 ضرب در منفی 1875 بشه. خب مرتب اینجا می نویسمش. آیه 7 خودش مساوی خودش 12500 خودش به اضافه خودش 6 ضرب در منفی 1875 بشه چند میشه؟ 1875 ضرب در 6. 6 5 تا 30 تا 6 7 تا 42 تا با 3 تا 45 تا 6 8 تا 48 تا با 4 تا 52 تا 1 6 تا 6 تا با 5 تا 11 تا میشه 11250. پس 6 ضرب در منفی 1875 شد منفی 11250. مثبت در منفی میشه منفی. دیگه این مثبت رو من اینجا پاک میکنم، فقط یه منفی اینجا میذارم. خب میرم سراغ مرحله بعدی. مرحله پرانتز تموم شد، مرحله ضرب و تقسیم تموم شد، میرسیم به مرحله جمع و تفریق. آیه 7 خودش مساوی خودش 12500 منهای 11250. 12500 منهای 11250. 0 و 0 که میشن 0. 0 و 5 خط میزنم، 5 میشه 4، این 0 میشه 10. 10 با 5 میشه 5. 4 با 2 میشه 2. 2 با 1 میشه 1. 1 و 1 را میشه 0. جواب ما چند شد؟ 1250. یعنی آیه 7 ما الان شده چند بچه ها؟ شده 1250. یعنی وزن این صفحه بعد از 6 هفته که شد آیه 7، بعد از 6 هفته شده 1250 گرم.
اینم از این سوال بچه ها. امیدوارم که خوب تونسته باشم توضیح بدم. بازم میگم بچه ها که چرا توی فرمول نوشتم آیه 7 آیه 6 ننوشتم، چون اگه به صورت هفته به هفته پیش بریم آیه 7 میشه هفته 6. این جزوه رو هم بچه ها با تمام نکات البته تمیزتر میذارم توی کانال. آیدی کانالم تو کپشن هست.